همجوران عزیز سلام علیکم. 20 سپتامبر 2025 قرار داریم در باغ من دهه چهارباغ نوحه ورزوب و بعضی از مخلصا گفتن که اگه همون آبی که در باغت برو وردیم نشاخ که مرحمت یک باشد از خورسندی ما آب نکشتیم. من یک باشد و مسعود است همین روزی که سه تا درگیراندیم آب درگیراندیم و مسعود است و آب یک معجزه خدا داده است. اینا ببینید آب که هست همین تربوز خورده پرت افتاد که بدیم دانه‌اش برومد خربوزه قطع خدای خدمت نمیده نونش نوندیم همه پر شده رفت همه سبز شد. تک پیوندای من درختای من اشکم سری آب خوردن همش خدا با شکر آب آبادانی گفتگیم. بعد بعضیا گفتن که نشون تا که چهل آب قطره‌گیری رو استفاده بریم چهل وصل کنیم. حاضر من به شما نشون میدم. حاضر من در 4 جوی تا آب رو میکشویم و حلقه تروبا میریم نشون میدیم. آب اساسی با همین قبورها آمد و در هر یک جویه توک من جویه توک است. ببینید از اینجا با کمربند جدا شده است. من این کمربند یعنی خموت میگم با روسیش با کمربند جدا شده. اینجا ده تجهیزات آب کشودن و محکم کنی موندیم. من آب چکید من محکم کردم آب محکم شد من چکید. این رو شما میتونید بسیار کنید میتونید کم کنید. این تخمینا 1.5-2 سومون خیلی هم میستد. شلنگش ممکن 1 سومون 1.5 سومون میستد مترش. انا کمربندش ممکن 10-15 سومون 20 سومون استد. این 7-8 سومون میستد. این با قوت است و همین خیل قدقدی جویه توک برده من و همه جا میریزد. من بخی توک من چشمک زدم از چشمک میریزد. من اینش هم همین خیل من همینه من جد بسیار نکنم. انا بسیار شد و باز کم میکنید میتونید عموما خوش کنید. انا این سوراخ میشد یک اسبابک دارد سوراخ میکنید و این رو همین نوکش رو لغت میکنید زیر میکنید و خفو میکشه این روس میشه محکم میشه و من هم خیلی آب میمونه. همین خیلی بخی هر یک درختتون آب میمونه دو درخت شما آب میخورد. من از 3 ساعت 4 ساعت میرود همین آب فقط زیر همین ریشه میرود گیردش نمیرود که علفوی بیگونه بروید. همین زیر ریشه میبروید او به نهایت نغز است. من نوایشه بینی من نوایشه همین خیلی من اینش که ریشه نیستم و محکم کردم. ریشه ها وجوده خیلی میکشوی میبینی اینا محکم بوده. اگر که این سوراخیاش اگه میشه محکم شوه اینا کشوده گرفته میشوه. اینا کشوده میگیره درونش توزه میکنه. اگر درونش غر شده گیره دیدی آنها درونش توزه شد. سوراخی که توزه کرده با همین فشار خودش قضی توزه میکنه یا که یکون سوزن قضی توزه میکنه. چون که آب رو من تجهیزات توزه کننده یعنی فیلتر موندگی نیستن آب محکم شدنش ممکن چون که از وای سوی جمعه قورباغه میبید. جمعه قورباغه میدونید شما ها. من یک خوشه انگور نغز دیدم من بسم الله الرحمن الرحیم. من یک خوشه انگور نغز دیدم و این روزی نوش جان میکنیم. شش من میخیل آب قطرگی نغزش همین که من انگورم میگیره جوشت میشوی میخوره. اینا انا ریخته میگیره انا میگیره و میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. اینقدر شیرین اینقدر مزه. وقتی که حاصل دست خودتون میخورید میدونید چقدر راحت میکنه. من امسال بسیار نهال کردم. ممکن 4000 ممکن 3000 ممکن نمیدونم چند گرفتگی باشد. اواتری که 500-400 سومون بود با 50 سومون فرووردیم.
مانیکور فینگری که 150 تومان بود با 50 تومان فروردیم. خلاصی گپ برای شما ما بسیار نهلوی انگورهای هر خیل کردیم تا که شما منم خیلی شینانده منم خیلی وقتی که خوردید و به راحت کنید. همدیان عزیز طرزی استفاده برای آب قطرگی رو به شما نشان دادم، آب خودم رو نشان دادم. در پناه خدا باشید.